باله مکمان نروشی عباس من گیلا اشتری جان جورا بگو آله ما مفتی گفتی بگو ها ما مفتی گفتی بگو هست بگو ما مفتی گفتی بگو ماری هست خب مفتی نمیشنوی صدا و نمیشنوه چی میگه کوری میگو ما مفتی گفتی بگو فس فس اوه خبر داری که تو بچی مامان نوروز نی هست میگم خبر داری که تو بچی مامان نوروز نی بچه بابا کی بچی مامان نوروز بابا میگه و فس میکنه چی میگی بیا بخی سوار کن بخی بیا بله بیا گیلا بیا تو نمیشنوی اوه نمیشنیدم عباس فس او بود دیگه فس میکن گیلا یسای که تو ما تو ما حقیقت گپ بگم بفهمیدی من بالا زمین خیلی خوش کرد من رفیقتونم بفهمیدی زنده بشی ما هم که عدن من خبر شی تو ایت گیلا خوب امید از دمی که مدام دشی اختلاط نکرد امید دل ما میت نمک کوی به تو میسوزه کجاره ازم دمی که یلا کلات گوسپند تو گپ بگو که سرد و شاخ بدل کنه کله گوسپند تو به من میگی کلمه وا هجیرا و کلمه نمیده یلا درز گیلا بفهمیدی از دمی که مدام دشی اختلاط کرد میگم کی میشه که گیلا که ببینم که برای بون که دیگه برای مامان نوروز زحمت نکش روز تا شوم سر زمینه و همین بل نفس تو کنده با بابا خو بابا خونه مامان نوروز کو بابا تو بابا خو مامان نوروز خو بابا پیار منه دیگه عمل با تو میگم پیار میگه کو بابا عمل گوش کش که ما با تو بگم گیلک جون بگم چی شو با من اصلا فکر تو برم بپرید بگی بپرید برم سکه با تو چی میگم فکر تو بپرید تو بابا من میگه مامان نوروز خب مامان نوروز هست بابا من شو مادر منیه صبر کن من گپ بزنم سکه فکر ما بپریده یا فکر تو بپریده گیلک جو مامان نوروز پیار تونی خلاصه گپ کوتاهی سخن امروز از اون ما خبر شدیم اشته پیار منیه پیار تونی مامان نوروز کمکینم و چیکینم گیلک سکه خوب تو که هستی بچه فرزندی مامان نوروزی غلام دیونه که هسته بچه خاصی مامان نوروزه ما غلام برارنی برارانداره نه برارنی برارانداره برار تو نیه او نانه من مادر غلام هم نانه منیه نه نیه پیار غلام هم بابا منیه پیار تو نیه گیله جو سه که دشه مادر میت اختلاط میکرد با ششته بودیم پیار امید اگه اختلاط میکرد بفهمیدی گفت اگه می گیلک بیچاره سه که تو خدا بیامرزه مثلا پیار که فوت کرد مادر هم عروس شد گیلک کرد مامان نوروز فرزندی وردیشت آنها لکن بسر گیلک روز تا شوم کار میکنه بیل به دست روز تا شوم سر زمین های گفت اگه آخر از چه کار میشه 92 سال از سندی هم بگیشه تا زنم ندادم ما بچی پیار ما بچی کینم پیار مکینه تو به چی ماما گفتم به چی ماما کندل خدا بیامرزه پیار تو فوت کرده گیلک ماما کندل اسم پیار تو ماما کندله پیار تو فوت کرده مادر تو که عروس شده تو هم فرزندی گرفته پیار تو نه این به کجا شوهر کرده نه تو گفتم که از اون مادر خوشنیدم غلامه دوتری به کدوم غلامه معلوم نیه من خود نایک نمیفهمم دیگه مادر به اختلاط کرد بفهمیدی حال پیار اصلی تو فکر که غلامه دوتریه که معلوم نیه به کجا هسته تو مامان نوروز به فرزندی گرفته تو میگی پیار تو فت کرده ما میگی کجایه پیار دیگه تو مادر تو که عروس شد دیگه مادر تو که عروس شد مادر من نبرده نه دیگه شهر من نبرده من 4 روزی بدو تو دیگه نه مادر من میفهمه گفتن گیلک جو دیگه حال فرزندی پیش مامان نوروز بیچاره توشون زحمت میکشه مادر تو که عروس شده دیگه مثل که خوش ندیشتن دیگه که تو خودی نباشی تو فرزندی گرفته مامان نوروز من نانه ندارم نه مادر اندرتونه دیگه فکر کن عباس دروغ نگی مامان نوروز پیار اندرتونه زن مادر اندرتونه غلام دیونه هم برار اندرتونه زحمت گیلا با از زبون رو به کس اختلاط نکنی به خاطر که دل با تو میسخ به تو گفتم خوبه بفهمیدی گفتم یه زحمت نکشی دیگه مامان نوروز خوبه یعنی به تو گفتم زحمت نکشی ببخش دیگه که تو به گریه کردو
بیچاره دلم از این میسوزه. خوب شد برای ما گفتم یه زحمت نکشه برای ما. روز تا شب بسا همین زمینای بل بزن، جوار پاک کو. مامان نوروز میت آدم سخت نیه. هیچ از او سهش نون نمیخوره. هیچ آدم سخته. باشه که از زبون من خبر شد هر حال بیتر شد. من گپ به خاطر همین گپ خود زدم که بیچاره مسکین یه خنکنده روز تا شب بسا همین زمینای حداقل مامان روز گوشنه یک زن بیبی پیدا میکرده بری از این مهره بود که جمع میکرد آخه سال یک دفعه یک دسته خبر از این میکنه شما. غلام دیوانه بچه تا روز تا شما تا کوچه و صحرا به خود چهار بیتی خونده میره. این بیچاره بیا زحمت بکش. هیچ کدوم به درد من نمیخورم. چکار کن بابا جان؟ گیلک با تو نگفتم الان فاطمه اینا با کی بابا جون؟ شما دروغ بابا منی بابی مردم بگن که بابا نوروز پیارم در کنه چه میگه که من پیارتونیو؟ چه میگه من پیارتونیو؟ عباس بعد کده عباس که میگه پس داده با تو؟ بیشتر میگه عباس کده که بابا نوروز پیارتونی هم مادر تو شوهر کرده. بابا جو دروغ میگم. ما طور به هم اندازونه. تو حرف بگه عباس بگو که عباس تو میگو که مامان روز پیارتونیه. تو میگو تو گریه نکرد لگبزه سعی کنه چیز گفته که تو مادر تو پیار تو خدا بیامرزه فت کردنه مادر تو شوهر کردنه. مامان امروز با تو به فرزندی برداشته من تو یک روزی بیدی. یعنی تو گپ ما عباس باور کردی؟ او با ما گو بخکل تو به چند درمه یعنی من تو رمایون ها؟ یعنی تو کلون نکردم تو زمان نکشی خب چرا به گپ مردم برات گپ مردم میگردی؟ شما چه کاری مادر منه؟ شما چه کاری مادر منه؟ تو به چی منی؟ مادر من چه کاری شما نه؟ مادر تو؟ مادر غلام. مادر غلام زن منه چه کاری منه؟ خب من بچه مادر غلامو. بابا جو اینا همه به امیندازی چشمان نوان نمیشه که من 2 تا بچه دارم. اینا همه به امیندازی میشه. ما شما تفرقه کنم به منجی ما شما منافقت نکن که ما شما رو به هم میندازونه بچه خوبه کردم. بگه بفهمید یا نه؟ یعنی شما پیار غلامی پیار من هستین؟ پیار تام هستم. یعنی بچه جو بخول تو هنده یعنی تو نمایون تو کلون نکردم. خوب دیگه تو چه به گپ مردم میخواد که میگه گریه میکنی که من بچه تو نیوم چه کار فلانه. بابا تو گفتم یه الفتا اینا رو که چه نکردی؟ هفته زلاغ میسیزم من. هفته زلاغ غلام به کجایه؟ چی؟ غلام به غلام ندیدم. دیلا برو ما خونه مادرت کمک سیگ بار کرده میفهمی کمک 2 غم ورده و نون هم ورده بیا که خودت نون هم بخوره. با من خود باس گپ میزنم بفهمیدی؟ چی ببر کردن نانه مچور؟ سیچ 2 غم بیاری خود خو بفهمیدی؟ 2 غم بیاری. خوبه یخ هم اندازم. پس یخ نمیندازونی؟ تو سه کشته مردم پیدا میشه خودتان خبر ده که همین بچه اندر منه تا جایی که تو تیتیال کنی تیمسال کنی توی ساکو زیر گوش بالا میکنی که مامان نوروز بچه پیارتونیه. یعنی کار خوبیه یعنی تو نخوادیدم.
باشه غلام. سلام علیک. چنی؟ بیشتر عباس خوبی سلامتی جوجره. شکر. چی حال احوال داری؟ خیر تو کجا بخیر؟ میفهمی گپ چیه؟ چیه؟ ایت پیار و قسمات رو بخور. چرا؟ گفت بیت اگه عباس بگیر و بیای اور سلت بکن. چرا غلام؟ نمیفهمی؟ نه میفهم تو بگو چرا؟ مختری از این که تو برفتی برای گیلک گفتی که تو برو رده غلامی. یعنی مامان نوروز که پیار برای مثلا اگه گپ بگم او پیار رده تونه. ما بی خاطر. تو سه تو گله گندی از به خاک شه. ما به زیراست حقیقت گفتم باش که از حقیقت از زبون ما خبر شه. با وقت پیار اختلاط کرده. یعنی گپ تو بگفتی؟ خب گفتم خب راسته برو خوب بگردون دیگه. امروز نیست سوانه پس با بالاخره خبر میشه. گفتم باشه که ما جلوتر بگم بیتره. که رفیق من رو خیلی ما دوست دارم. یعنی ته که تو میگی مثلا اگه گپ بگم گیلک برو اصلی بدی های؟ تو خبر نداری؟ نه بابا چی خبر داره بگه پا چی بفهمه؟ غلام سعی که تو گیلک به چی هستیم پیار تو نیه به چی انداره این به فرزندی گرفته بود فرزندی ها؟ به خاطر که تو کمی دیونه تری بفهمیدی به تای منطقه نوم تو غلام دیونه راست بگی گفته اگه گیلک فرزندی بگیرم بعد کم کمی هوشیارتر باشه خبر نداشت که از تو بیعقل تر بود بخشش باشه دیگه بعد نخوام سلامت باشه زد نباشه آره بزی خاطر هر حال میگه پارک گفته به دلجوی بره خورا دست پیار و خلاص کن پین پیار تو ببینم دو کلمه بریم میگم ایمون روز امروز به صاحب باشه خبر میشه این گپ راست میگی دیگه متفق پیار گیلک فوت کرد مادر محروس شد گیلک هم فرزندی گرفت پیار تو خلاصی گپ گیلک را تو به مادر خوب بگو مادر تو شاید بفهمه برو به داره خوب بگو وای خوبه این تا گپه بچه والله من نمیفهمم چی کار رو میکنم عباس بیا که تو کار دارم بیا که تو کار دارم بیا نگو بله مامان عباس جو تو شرم نداری چرا مامان تمام این مردم خبر ده که این گیلک به چندر منه و تو چپانه دادن که تو شیطونی کردی که مامان روز پیار تو نیه مامان شیطونی نیه دیگه این شیطونی نیه چیه؟ مامان روز گفتیم بیچاره مسکین باشه که از دن من خبر شه امروز به سوا باشه بیا از خبر میشه و چینگه ها شیشته بودن گفتم بیا گیلک گفتی اگه اختلاط بکن دیشه مونم این همین اختلاط نکرده من قراره که دیگه صبح بیانم گیلک بگفت و چرا میگفتی؟ از سوری سپیتر نمیده؟ ببخشید مامان روز زبون گوشتیه دیگه گاهی وقت شهرم کو بعد آخر ببخشید خیر باشه و تو دست رختی بسون یا چپانه مامان روز بالاخره خبر شد دیگه چی نمیگه گیلک نمیفهمه خیر ساده بیچاره ایشتا که 100 گریه میکرد به پیش می گریه از 5 دقیقه یک مامان لا همه که تو سر بیار تو سربند میاری یا دیگه میگم دیشه مدام این اختلاط میکردم هم سو هم گپ از زبون من نستم قراره که دیگه به گیلک بگم مدان خود تا شکم شما نام نمیکشه گفتم رفیق من باشه برای رفیقتونه به خاطر که شما خیلی به سر خیلی به همین دازی یاری مامان روز گپ بگم سر شما بعد نخوره خیلی ظالمی چه چی ظالمی کردم به سر همین غلامی چی کار نمیکنه روز تا شام گیلک و بله به سر زمینای روز تا شام گیلک و بله به سر زمینای خم گیلک هم کار میکنه غلام هم کار میکنه کو اون روز به کجا این غلام کار میکنه بیت یک روز من سر کار ندیدم من ایت میفهمه همین دو پنجه من میفهمه غلام کم دیونتر این گیلکی غلام بله به خاطر که غلام به خاطر که غلام من در خواستگی طالبان چیز نکردم که حال تو نگاه نیاد به خاطر که غلام کم همین جو ممکنه رو چون در خواستگی چیز کنی دیونتر بیشتر ما میگیم باشه کار نکنه خب گیلک کجا هوشیاره یعنی مساوی کنین که کار خوب نیه به چندر شما گم به چندر خوب بیشتر این کار خوبی نکردی مدو تو دست رخت همه سن خود یک چپانه خودش اینجا خوب ببخشید چی ببخشید مامان امروز سیدانه سعی کنید شما اگه شما بچه خود گیلک ماستین پول یک زن میدادین یک مهره بزرگ پیدا میکردین کول جمع میکرد سال یک دفعه یک دست رخ و بره میکنین هر روز که من گیلک یاد میدم تا اون چپلی موتری و پایینه فضولی نه مامان روز من فضول نیم خدا نکنه بخونم بچه خود زن نمیدم بسی کارا تو کی آورده یعنی مامان روز این گناه داره بیچاره بخول زن نمیدم تو این کارا کی آورده چند سال سنده نه 100 سال سنده باشه
و تو مربوط این یک گفتن بود. زن دادم با چی من اولاد منه زن میدم من گفتنی بود خیلی باشه بازم ببخشید. این فضیله به تو نمونده که تو فضیله میکنی.